تو چرا نمیفهمی؟ من و تو به درد هم نمیخوریم. تو پول داری، خونه داری، ماشین داری، چی داری؟ یه کار درست حسابی هم که نداری. نکنه فکر کردی منو با مترو میتونی این ور اون ور ببری ها؟ ببین یه چیزی بهت بگم، من با 10 کا فالوور با تو 1000 تایی نمیپرم. من حتی نباید جواب سلام تو رو بدم. تو دیگه برای من تمومی. از امروزم دیگه بلاکم یعنی مردی. مردی که دیکتی. مردی که پول نداره از نظر زنا ارزشی خودتون رو گول نزنید. اصلا اینجا ما نمیخوایم با هم دیگه شوخی نداریم که. مردی که پول نداره اصلا هویت نداره. خرج زن آخه پوله مگه؟ خرج زن احترامه، خرج زن توجهه. تو چون تجربه کافی شد از زندگی نداشته باشی الان این حرفو میزنی، ولی از زنایی که یه ذره پخته ترن این حرفو بپرسی میگه کاش که پول نداشت ولی به من توجه میکرد، کاش که پول نداشت مثلا به من احترام کافی میذاشت. کلا زنا از توجه ندیدن یه زخم خیلی گنده دارن. این زنا خیلی توجه میخوان. من فکر میکنم که این اصلا خاص خداه که زنا توجه میخوان.